روی پارچه پیاده میکنن. من روش پیاده کردن طرح رو هم روی پارچه براتون توضیح میدم. خب نخی که در همین استان تولید شده، ابریشم طبیعی، رنگزا گیاهی، روی پارچه قلاب از روی پارچه میره پایین، دور نخ میپیچه، نخو میگیره میاره روی پارچه، دونه دونه زنجیره ها روی پارچه میشینه. پایه زنجیره است، اما دوختی که انجام میشه بهش نمیگیم زنجیره دوزی، بهش میگیم رشتی دوزی یا قلاب دوزی رشت. بسیار عالیه. حالا از شما شما زحمت فراوان هم همراه هستش، از شما سوال میکنم، فکر میکنید مردان قدیم چطور طرح روی پارچه پیاده میکردن؟ از چه روشی استفاده میکردن؟ پرینتر نبود، فتوکپی نبود، اسکنر نبود. این معمولا فکر کنم به صورت ذهنی بوده. طرح‌ها نقوش قالیه، طرح اسلیمی و خطایی، گل و بلبله. طرح‌ها قرینه است. چطور میتونستن این رو ذهنی کار کنن؟ به من بگید. کمک کنید به این مرد رشید دوست. من واقعا سوال سختیه. خب شما استاد این کار هستید، بفرمایید. این گوشی‌ها رو از ما بگیرن، فکر می‌کنم که یه مقدار خلاقیت ما بیشتر میشه. استفاده می‌کنیم از خلاقیت ما. از سلولای خاکستریمون بیشتر استفاده می‌کنیم. ابتدا طرح رو روی کاغذ می‌کشیدن، میشه اون طرحی که اون انتها چسبونده. با سوزن سوراخش می‌کنن. میشه شابلون. درسته؟ شابلون‌های امروزی. کاملا درست. طرحی که سوراخ شده رو روی پارچه اصلی با چند تا سنجاق ثابت می‌کنن. پارچه‌هایی که رنگشون تیره است از پودر گچ، پارچه‌هایی که رنگشون روشن از پودر خاکستر. پودر رو میریزن، از اون سوراخ‌هایی که روی کاغذه پودر میره روی پارچه اصلی میشینه. با یه تیکه پارچه هدایت میکنن که تمام اون سوراخ‌ها پر از پودر و گچ بشه. آروم نقشه رو برمی‌داریم. حالا طرح ما نقطه نقطه توسط اون پودر دیده میشه روی پارچه، اما هنوز ثابت نیست. این سوال منو شما فقط میتونید جواب بدید. از چسبی برای اتصال اون نقطه‌های پودر روی پارچه استفاده میکنن. شما قطعاً بادبادک ساختید در خوزستان. از چسبی استفاده کردید. یه نوع درختی هستش که سپسنو بهش میگن. بله. اون دونه‌هاش کوچیکه و چسبنده. بله، معمولاً سه تایی هم هستن. خاطر میگم حالا ممکنه توشون 4 تایی هم پیدا بشه. داستان کودکی همه بچه‌های خوزستانه که همه اینا رو میشناسن. آره. یه چسب دیگه هم برای ساخت بادبادک استفاده میکنن.